که از درد دندان اذیت میکشند و یا میخواهند دندانهای خود را سفید بکنند، پس به رقم‌های در اکران بوده در تماس باشید. از نام کانال یوریست جی مراجعت کنید، به خود تخفیف بگیرید. آن برادران در شهر مسکو قرار دارند. السلام علیکم به همه تماشابینان برنامه‌های ساربان سفر کانال یوریست جی. ویدیوی امروزه ما باز یک خبر مهم بهره همه مهاجرانی که در فدراسیون روسیه قرار دارند، یعنی عاید خریداری کردن چیپته‌ها از فدراسیون روسیه. پیش از خبر را به شما رساندن، به شما یک چیز خاطررسان کرده گفتنیم که یک دختر با نام حقوق تیجی اینستاگرام شدگی شاگردای بدراین подписаться کنین، در همونجا چی سوالای حقوقی باشه در همون اینستاگرامش روان کنین، به شما انشالله که جواب میگردونه. این اینجا در نام اینستاگرامش برآمد، подписаться میکنیم همه کسا حقوق تیجی و شروع میکنیم برنامه را. عاید خریداری کردن چیپته‌ها، عاید نرخ و نوا. بسیارتر مردم سوال میدادن که آیا نرخ نوا چه خیلی و چند سوم باید خریداری کنیم، از کجا خریداری کنیم. یعنی ما به شما فهمونده بودیم چند ویدیو پیشتر که برای خریداری کردن شما باید با پاسالسوا رفته مراجعت کنین و نامنویس کنین خطانه. بعدا از پاسالسوا به شما زنگ میزنن و خودشان خاطررسان میکنن که بلیط از کجا خریداری کنین. یعنی که شما از پیش خطان بلیط خریداری کردن نمیتوانین برادرو. عاید نرخ‌هایی که انا همون پاسالسوا به شما توصیه میده که شما از فلان جا بلیط خریداری کنین، نرخش 23 تا 24 هزار روبل در بر میگیره و چندین کسای دیگه قید کردن که نرخ‌های بلیط‌ها تا 40-50 هزار روبل در بر گرفته. انا این خطاهای غلطه. در هر جایی که بلیط همین قدر نرخ میبینه، نرخ گران یعنی تا 50 هزار روبل، میتونین به سفارتخانه مراجعت کنین، شکایت های خودتون برسونین. چون که سفارتخانه یعنی سفیر جمهوری تاجیکستان امامالدین ستارزاده قید کرد که نرخ‌های چیپته‌ها 23-24 هزار روبل در بر میگیرن، ای زیاد نیست. همین بود خبر امروزه ما. ویدیوهای نو انتظار میشیم در کانال یوریست جی. подписаться میکنیم و سوالای خودتون به ما روان کنین. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه.